کی من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی است. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. امروز گر جوانم در آرزوی فردا، فردای من به نام دنیا پر از جوانی است. السلام علیکم بیننده های عزیز. برنامه دنیا پر از جوانی است. با ما بمانید و با جوانان سازنده و موفق که الکی پیراهه خویش را دریافت کرده‌اند آشنا گردید. تو گلی سرخی اناری، تو بهاری تو بهاری، دل شده بر تو خماری، چقدر جاذبه داری. گلی من انتظار، زبا زبا نگار، تو چمن تو شرار، یاسمن توی یار، تو گلشن گلوزار، جانی من بقرار. آمدی زی قصه ها، شامدی با جانی ما، جنوری عشق قسما، پر از صفا پر از وفا، ستاره ای تو پر جلا، تو به بها تو به بها، بیا کنار من بیا، مکن تو دستی من رها. لیلا گلی زبایی گلدانم تویی، لیلا عینی بارانی. جانا نازنینی های نازت رو با بهای جان کنم سودا، عاشقی رویت منم شیدا. جانا اختری تابان و رخشانم، با محبت شد تو مهمانم، انتظارم سخت پس مانم. اومدی دیلی ما ای بانوی زبا، شیرین و گوارا چو خنده بخارا، ای آرکی دیل بند مکن تو ما را فت، جانم با تو بای با چو بری سمرقند. لیلا گلی زبایی گلدانم تویی، لیلا اومدی سبز بر جانم تویی، با جانی خسته درمانی، تو چتری عینی بارانی. آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، جوانی در جوش و خروش است و قهرمان نوبتی برنامه دنیا پر از جوانی است. دو جوان فعال و سازنده که امروز هر یک با استعداد خود در دل مردم و خصوصا جوانان جای گرفته است. قهرمان برنامه امروزه ما هستند رسلان احرام و محمد مرادخان.
سراول میخواستم چون شمایان جوانان زاده استقلال هستید میخواستم سخن را از وطن آغاز کنیم. خوب سراول سلام و درود به کلی مخلصان و تماشابینان تلویزیون و رادیو ولایت سوخت. من سراول میننداری خود را به شما به راهبریت این مؤسسه بیان میکنم که ما را به برنامه خویش دعوت کردید و از این بسیار هم خوشحال هستیم. شکرانه از صاحب استقلالی میهن و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مینماییم که ما مردم شریف تاجیک در چنین وطنی آباد و آسوده زندگانی کرده ایستاده ایم. در پرتو سیاست خردمندانه، فرهنگ پرورانه و مهم از همه جوان پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، ما مردم شریف تاجیک، ما جوانان در این وطنی آباد و آسوده پیوسته رشد میکنیم و به آرزو و آرمانهای خود میرسیم و ما شکرانه از آن داریم که فرزندان دوران صاحب استقلالی میهن هستیم. و من امروز توجه سرور دولت، پیشوای ملت، حکومت مملکت نسبت به جوانان خیلی و خیلی زیاد است و پیشوای معظم ملت در هر سخنرانیشان پیوسته قید میکنند که جوانان آینده ملت هستند و به ما جوانان باوری خیلی زیاد دارند و البته جواباً به باوری و اعتماد پیشوای معظم ملت ما جوانان باید پیوسته خوانیم، کوشش کنیم، دانش خود را صیقل دهیم تا وطن عزیزمان را در عرصه جهانی معرفی کرده باشیم. البته امروز چخیلی که همه ما و شما میدانیم مخصوصاً توجه پیشوای ملت است که برای ما جوانان ببینید آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیزی من، البته آزمون جمهوریوی، فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت برگزار شده ایستاده است که این ما جوانان را وادار میکند که پیوسته از بالای خود کار کنیم و برای گلگل شکوفایی وطن عزیزمان حصه گذاری نماییم. بهترین. محمد جان، شما نیز یک جوان فعال هستید و در شبکه‌های اجتماعی هواداران و مخلصان خود را دارید. چگونه راه صنعت را انتخاب کردید؟ سراول السلام علیکم به کل تماشابینان تلویزیون صبح. میننداری خود را به شما میرسانیم که این برنامه خود ما را دعوت کردید. ما راستی از خردکی از جوانی آرزوی سراینده شدن شوق بسیار داشتیم. از این خاطر از خردکی سرودخانه میگشتیم، در توی ها، در چی چای را بینی ها، در آزمون ها. همین سال فکولتت صنعت دانشگاه دولت فوجان را ختم نمودیم. یکی از سرودهای منیژه دولت و یعنی سرود بهوده خورم میکنی رو ما بازخوانی کرده و این موفقیت ها رسیدیم. البته انمان سرودی بهوده خورم را که بازخوانی کردید برای بیننده های ما نیز میخواهیم سراییده باشه. دو دیده تر دارم، درد به جگر دارم. دو دیده تر دارم، درد به جگر دارم. اما به هزارم سوی تو نظر دارم. اما به هزارم سوی تو نظر دارم. بهوده خارم میکنی، من خود نمیدونم چرا با این همه بی‌رحمیت من دوست ندارم تو رو. بهوده خارم میکنی، من خود نمیدونم چرا با این همه بی‌رحمیت من دوست ندارم تو رو. آیا در آینده نقشه دارید با سرودهای خودتان را بخوانید و یک صنعتکار موفق در جامعه شناخته شوید؟ البته ما
аллакай оғоз кардем ки сурудҳои муаллифи худро пешкаши мухлисон гардонем. аввалин суруди муаллифи мо имсол дар мавзӯи хатми мактаб, ишқи мактабӣ, ишқи байни ҳамсинфон, маҳз дар ҳамин мавзӯъ омода карда пешкаш кардем ва тамошобинони зиёд гирифт. Руслан, шумо низ суруд мехонед. Дар баробари ин дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок кардаед. Инчунин ровии ҷавон ҳастед. Ҳамаи инро чӣ гуна пеш мебаред? Барои шумо мушкил нест? Барои як ҷавон? Рости мушкилӣ нест. Барои чӣ мушкилӣ нест? Ба он хотире ки агар инсон ба касби худро дӯст дорад, ба кори худ майл дошта бошад, завқ дошта бошад, инсон умуман мушкилӣ намекашад. Мо албатта 2 соли гузашта дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок карда будем аз рӯи номинатсияи эҷоди наср. аз даври шаҳрӣ ва аз даври вилоятӣ бо муваффақият роҳ гирифтем ба даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур ва албатта барои мо як ифтихор ҳам буд ва тавонистем ки дониши худро дар назди чӣ бигем дӯстону албатта онҳое ки дар ҳамин номинатсия иштирок карданд ва дигар қуввасанҷӣ кардем бешак. Ва ман албатта бисёр ифтихор мекунам дар ҳангоми иштирок дар озмун мо дӯстони зиёдам пайдо кардем ва тавонистем дар ин озмун худамонро санҷем. Чун ман дар оилаи санъаткор ба дунё омадам. бобоям санъаткор ҳастанд, яъне ҳофиз, падарам ҳам ҳофиз ҳастанд ва фикр мекунам аз онҳо ба ман ҳам гузаштааст кам кам ин истеъдод. Дар давоми ҳамин сол 2 суруди муаллифӣ эҷод кунам ва он суруд чӣ гӯям фақат барои худам, барои ки барои завқи дили бале, барои завқи дилам, ки барои фақат армонҳои дилам шикаста шавад, фаҳмидед? Ки ин суруди муаллифи худро эҷод кунам. яъне ин ки шумо ҳам шеър менависед? бале, ман шеър ҳам менависам, то қадри имкон оҳанг ҳам эҷод мекунам, вале ягон асбоби мусиқӣ навохта наметавонам. биёед ин лаҳза муҳаммадҷон навозанд, шумо як суруд бихонед. бошад. ҳамин муҳаммадҷон чӣ шавад ки суруди ман ин сурудро бисёр дӯст медорам. суруди валиҷон азизов, суруди модарамро дар як ҷой гисароем барои мухлисон. Ки мана инҷо модарон ҳам моро тамошо карда истодаанд. Бешак модарро дӯст медорем. бошад ин лаҳза. باشی همیشه جدا از تو دلم آرام نمیشه تمام عمر من بند نفس ها به قلب من زده عشقی تو ریشه مادرم تو ببین گل من اشک چشم ترم گوهرم غم و درد و دلت را به جا میخرم مادرم تاج سرم. مادرانی ما همه وقت صحت و سلامت باشد. بهترین زیر انا همین موفقیت های به دست آوردهتان پشت همه این موفقیت های شما کیست یا چه شعار در زندگی هست که شما را پیش میبرد، موفق میگرداند یا ایدئال شما در زندگی کی است؟ اولا برای موفق گردیدن ما این دعای پدر و مادر، باوری پدر و مادر. همین اگر در عائله مثال فرزند را گوید که تو آینده کلان شوی حتما دکتر میشوی، مثال تو اگر در آینده کلان شوی حتما میلیسه میشوی. نه، این فکری خوب نیست. باید ما با خواهش فرزند، به میل و ذوق فرزند نگاه کردن ما لازم و باید به فرزند خود آزادی دهیم که او از بالای خود کار کنه و البته
این امکانیت رو برای من پدر و مادرم فراهم آورده. من از پدر و مادرم از زمین تا آسمان میندار. هر یک کاری که من میکنم مثال وابسته برای ایجادیات عموما برای من مانعی ایجاد نمیکنم. حرکت میکنم مرا دستگیری کنم و البته این آزادی رو دارم و پدر و مادرم طرفدار آن هستند که من با کسب انتخاب کرده خود با ذوق و شوق خود به ساحلی بگویم که مراد و مقصدهای خویش رسیده باشم. بهترین. البته خیلی که رسلان جان گفتن پشت موفقیت های ما این همه بودن پدر و مادر، دعای پدر و مادر، الهام بخشیدن سخن های پدر و مادر ما رو همه وقت قوا میبخشد که کوشش کنیم حرکت کنیم در ساحه صنعت چی در زندگی. همیشه این دعای پدر و مادر است. گفتید سرودی خودم را پیشنهاد کردم، یعنی به بازخوانی منظوری مخلصان گردانیدم. کمی از همان به ما میگویید؟ ما تصمیم گرفتیم که امسال در وقتی تمام کنندگان ختم کننده های صنف 11 یک سرودی مؤلفی خود را در موضوع مکتب یعنی ایجاد کنیم، پیشنهاد کنیم و سرودی ما نام داشت زنگوله جدایی. سرود از عشق مکتبی، عشق میشد که بین همسنف و عاشق میشد و با زنگوله جدایی این عشق برهم میخورد یعنی تمام میشود. همه چیز رو ما روی سرود آوردیم. یعنی شور و شوق جوانی را در بر میگیره. اینی کسی در برای پیشنهاد یعنی این سرود به شما کی کمک کرد؟ ما این سرود رو همراهی یعنی از سرشوی سرود گویم ما همراهی بهمایار میسرزاده، این نفر شاعره که همراه ما همیشه کار میکنند، ما رو همیشه دستگیری میکنند. ما دوستی و برادری داریم. ما ایجاد این شعر رو آغاز کردیم و ثبت سرود، ثبت کلیپ ترانه رو همراه دوستی عزیز رسلان جان مصلحت کردیم، آغاز کردیم، کوشش کردیم. ما همراه رسلان جان طولی چندین وقت است که دیگر رو میشناسیم، دوست هستیم و من بسیار از رسلان جان میندارم که در همین سال برای پیشنهاد کردن مخصوص همین سرود بسیار کمک کردن. ببینید چقدر خوب است یک جوانی دیگر جوانی همسنی خود را دستگیری میکند و به قله‌های بلند میرساند. بهترین بگذار کلی جوانان وطن ما همیشه با هم باشند و همیشه دستگیری یکدیگر باشند. در وقتی که باید این کلیپ سرود رو ثبت کنیم بسیار نشستیم، بسیار حرکت کردیم، فکر کردیم، چند روز ها سپری گردید تا آن که ما همین کلیپ سرود رو به روی کار آوریم. و این لحظه ها اگر محمد جان راضی باشن همون سرود رو خوانده دهند زمزمه کنم برای توجه عزیزی تلویزیونی ولایت الصف. خب زنگی اولی تو را شناس من نمود، فقط حواس من نبود. و زنگی آخرم تو را کسی ز من ربود. روی پرتو قلم کشیده رسمی هر دو ما، قلم به هم نوشته اسمی هر دو ما. علم جدا شده این ناگهان بعد امتحان. خیر مکتبم، خیر عشقی اولین و آخرین من، هم نشینی محجبینی نازنینی من، یاسمینی دید نشینی بهترینی من. زنگی آخران میدهد صدا، لحظه ای ندای ما رسید. تو ز من جدا، من ز تو جدا، الودا به عشق بی نصیب.
رسلان، اصلا شما شور و شوق جوانی را چگونه در این دوره ها سپری میکنید؟ چون شما جوان هستید، در عین جوانی قرار دارید، بهترین احساس است. چون ما و شما جوان هستیم این چیز را درک میکنیم و شما را نیز میخواهم بدانم که چگونه است برای شما جوانی؟ البته دوره‌های جوانی دوره‌های طلایی انسان به شمار می‌رود. خودش انسان در کودکی کلام شدن را آرزو میکند، وقتی که کلام میشود دلتنگ دوره‌های بچگی میگردد. و امروز که ما جوان هستیم باید در انمی وطنی آباد و آسوده خوانده، از بالی خود کار کرده رشد کنیم. شاعر درباره جوانی میگوید: من جوانم، قدری نیکی و بدی شاید ندانم. سوز و دردی آدمی را از نگاه ها، از تبسم ها نخوانم. دوست را دشمن بگویم، دشمنم را دوست دارم. من جوانم، شاید از کبر و غرور آرزوی خویش را از در برانم. جای شادی غصه را همدم بخوانم. آدمی را که برایش هستی من ناله و فریاد دارد. زندگی از یاد برده عشق او را یاد دارد. در راه مقصود دیده از خطای خویشتن ناگه گریزم، پس به صد سوز و الم تنها نشسته اشک ریزم. من جوانم، میکنم گاهی خطا، عیب نه اندر جوانی اشتباه. لیک در نام وطن، در نام بی پایان آن، هیچ ننمایم خطا. نامی او وردی زبانم دایما. مهر او بر جان من با شیر مادر آمده است. با زبانی تاجیکی آخر برابر آمده است. هیچ ننمایم خطا در نام آن، هیچ ننمایم خطا در نام مادر. بهترین. بگذار کل جوانان جوانیشان را چگونه که شما وصف کردید همین گونه وصف کنند. بله. رسلان، دیدم با یک علنگه که در دلتان هست شعر قرائت میکنید. الهام شعر قرائت کنی شما از کجاست؟ الهام شعر قرائت کنی من از دنیای باطنی من است. چون شعر دوست هستید. بله بله. وقتی که من بسیار ایشون میپرسن که همین شعر رو شما چخیل از یاد میکنید. وقتی که من کتاب رو میگیرم تمام شعرها رو میخونم، از یک طرف خوانده میرم، مضمونش رو درک میکنم. وقتی یگان شعر اگر مضمونش به من سخت پسند آید، یک مرتبه دو مرتبه الکی خوانم اجازه میشه. و البته قرائت شعر هم نمیدونم از دنیای باطنی چه خیلی گفتم، همون انسان همون وقت شعر رو افاده‌ناک قرائت میکند که معنای آن رو درک کند. تا معناش رو نفهمید شما وصف کرده نمیتونید و به شنونده هم رسانیده نمیتوانید. چون با آخر صحبت رسیدیم، میخواستم تمنیات‌های شما را نیز دانسته باشیم. بار دیگر میnnتداری صمیمی خود را به شمایان به راهبری تلویزیون و رادیو بلوچی صبح بیان میکنم برای دعوت در برنامه دنیا پر از جوانی. و بیشکی در پسی موفقیت‌های ما استادان عزیزمان نیز حصه بی اندازه دارند. من از این لحظه استفاده برده به معلمی گرامی قدرم استاد اولینم رعنای زایردوخت، به استاد دیگرم سفرجان جلیلف و جمله به کل استادانی که برای موفقیت های ما حصه گذاری کردند منتداری خود را بیان میکنم. و البته به جوانان تاجیکستان رو آورده میگویم که باید ما جوانان یک جای متحد شویم، سرجم شویم و چخیلی که پیشوای ما از این ملت نیز میگن انا همین وطن را صاحبی کنیم. وطن مادر از ما جوانان امیدهای کلان دارد و باید برای امید و آرزو و آرمانهای آینده وطنی عزیزمان ما کار کنیم و سهم خود را گذاشته باشیم. بله. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانیست،
هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. جوانی نه تنها آغاز است بلکه پیام است به سوی سازندگی، به سوی کامیابی و جستجو. در گوشه ولایت سوق جوانان هستند که با آرمان‌های خود و صداقت به آرمان‌های ملی امروز نام خود را در صفحه‌های رنگین تاریخ ثبت می‌سازند. پس پیگیری بخش پیک جوانی باشد تا از این گونه جوانان آگاه شوید. باری دیگر پرچم تاجیکستان در یک مسابقه جهانی پرافشان شد. ورزشکار امیدبخش کشور جوانی با اراده و زحمتکش مکتب ورزشی رقم 1 ناحیه باباجان غفورов توانست در عرصه بین المللی استعداد و مهارت خود را اثبات کند. این دفعه چمپیونات جهان آید به گشتن کمربندی که در شهر قزان فدراسیون روسیه برگزار گردید صحنه نمود دادن مهارت جوان پسران تاجیک گردید. در شهر قزان فدراسیون روسیه چمپیونات جهان بین کلون سالان برگزار گردید. من در اونجا اشتراک کرده در وزن 90 کیلوگرم مدال طلا را گرفته پرچم تاجیکستان را بالا برداشتم. من 5 حریف خود را مغلوب کرده مدال طلا گرفتم. منتداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان میرسانیم که برای ما جوانان چنین شرایط‌ها را مهیا کردند. در این مسابقه با نفوذ 15 نفر گشتنگیران پرتجربه از تاجیکستان شرکت ورزیده با دستاوردهای نظررس برگشتند. 1 مدال طلا، 2 نقره و 11 مدال برنجی نتیجه افتخارمندانه آنها میباشد. غالب مدال طلا جوانی شجاع و امیدبخش تاجیک با یک روح بالیده به وطن برگشت. در شهر قزان فدراسیون روسیه چمپیونات جهان برگزار گردید که من مدال برنج را به دست آوردم. کوشش میکنم که در آینده مدال طلا را به دست میارم. در ناحیه باباجان غفورov او و دیگر اشتراکچیان مسابقه با احترام خاص پیشواز گرفته شدند. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه آنها را با تحفه‌های خاطروی قدردانی کردند. این پیروزی نه تنها افتخار یک جوان بلکه نمونه روشنی آن است که با مهنت، مشق و تمرین و دستگیری والدین و مربیان هر یک جوانی تاجیک میتواند به قله‌های بلندی ورزشی برسد. این بود گامی استوار دیگر از جانب جوانان فعال و وطندوست تاجیک. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. ما جوانان قلب بیدار وطن، صف به صف هر روز در کار وطن. ما عوض کردن نمیخواهیم هیچ با خسی ملک دیگر خار وطن. در همین جا برنامه دنیا پر از جوانی است به انتهای خوش میرسد. خیر عزیزان، با ما هم نفس و هم قدم بمانید چون دنیا پر از جوانی است. من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی.